سلام. سلام علیکم. حالتون چطوره؟ خوش اومدید به دومین ویدیو بروکست با یه فرد جدید از اون افرادی که گفتم قرار بیاد. حضرت جون سلام. خیلی خوشحالم که دومین ویدیومون رو داریم ضبط میکنیم و قراره که بریم دیگه بهتره کنیم. یه ذره سختی داره، حالا اوکی میشه دیگه. من یه اصفایی کنم، یه ذره این هوا آلودگی هوا سرماخوردگی زمستونی هست، صدام واقعا افتضاحی بود. اینم یه بچه‌ها مشغول بودن، یه مجموعه من نظر حالا سری بعد دیگه ممکن من شاید یه ذره کمتر باشم، بچه‌ها دیگه بیان. به بزرگی خودتون نظر چه خبر؟ خبر که شما بگو، خبر نداریم. آلودگی و که ببین من یه خبر خوندم بعدش انگار در اومد که چیزه دروغه. یه خبر خونده بودم در مورد یادم نیست چند روز پیش بود، بعد امروز نگاه کردم دیدم اون خبری که زده بودن دروغه و خیلی شایعه شده بود. آره اصلا موضوع امروز اونو بذاریم مثلا در مورد دروغ هم خوبه. اوف من تا صبح براتون حتی من همین موضوعی که شنیده بودم چند روز پیش یه استوری گذاشتم توی پیج خودم، خیلی هم فالوور ندارم، پیج شخصیمه، گذاشتم بخواید دروغو توصیف کنین چی میگه. خب خیلی بازخورده خوبی گرفتن، جملات توصیفای قشنگی. بذار اول خودمون شروع کنیم بعد بریم بچه‌ها چی گفتن، کسایی که اصلا دروغو از دیدگاه خودشون توصیف کردن. آره دروغ به نظر تو چطوری میتونی توصیف کنی؟ دروغ خب میدونی هر کسی یه جوری دروغ رو توصیف میکنه. مثلا اینکه من خودم از نظر خودم دروغ یعنی هر چیزی که بخوای پنهون کنی، نه حالا از نظر خودت بخوای چجوری بگم، میگم سختش همه دروغ نگاه کن. نه میخوام یه جوری نمیدونم سوال شاید کنم دروغ چیز خوبیه یا بد؟ دروغ نه معلومه خیلی بده. مصلحتیش تا الان خود دروغ گفتی؟ آره خب دیگه دروغ گفتم. آره خود انسان جایزه خطاست، بالاخره خطا میکنه. الهی علا الهی علا خدایا ببخش. ولی دروغی نگفتم که بخواد حالا مثلا به زندگی کسی آسیبی بزنه، یا حالا شاید به قول شما دروغ مصلحتی خیلی هم خوبه اتفاقا. آره خیلی خوبه به نظرم دروغ مصلحتی بگی، یه چیزی که حالا زندگی کسی به هم نریزه، زندگی خودت به هم نریزه، یه چیزی. آره دروغ مصلحتی. از اون دروغ اصلیه چی؟ که مثلا موقعیت خودت تو خطر باشه مجبورشی، مثلا یه مثال خیلی ریزشو بزنم، مثلا تو بچگی خانواده یا مامانت مثلا میگفته امروز مشقاتو نوشتی، مثلا وقت نکردی رفتی بازی شنیدنی کردی، ولی الان موقعیت تو خطر آره نوشتم. از این دروغ قبلی‌ها که خیلی شیرین بود اتفاقا. بچگی که اصلا کلا آره اونا خیلی شیرین بود، ولی دروغی که الان بخوای راجبش حرف بزنی، به نظر من مثلا شما هر چیزیو که بخوای یه ذرم حالا مثلا میبرمش سمت خیانت، خب یه ذره حالا میکشم سمت اون مثلا. آره حتی خیانت به زوجا نیست. خب الان بیشتر آره الان بیشتر راجع به این صحبت کردیم، گاهی اوقات خیانت هم بین رفیقا هم هست. آره از نظر من شما هر حرفی که دروغ بزنی یا حالا مثلا پنهون کنی از نظر من خیانته. خب هر حرفی، مثلا یه مثال میزنم، مثلا سوپرمارکت سر کوچه برای من یه وسیله میاره. خب آقا یه پسریه برای من یه وسیله میاره، شب بالاخره حالا از سر کار میای داری مثلا برای شوهر تعریف میکنی که آقا یه همچین چیزیه امروز، مثلا میپرسن امروز چه خبر بود و اینا، من میگم که من این یه دونه رو نمیگم. خب این پنهون کاریه. نه بحث پنهون کاری نیست. مثلا آره اینم هست. آره نمیگم نیومده. دروغ زمانی آقا من یه سوال از تو میپرسم، تو جواب اون سواله رو یه چیز دیگه جواب این میشه دروغ. پنهون کاری
میشه اون چیزی که مثلا نمیگی. آره دیگه مثلا میپرسه امروز اومده بود، یعنی من مثلا میگفتم نه. آره اون میشه دروغ. آره این میشه دروغ. ولی همون پنهونکاری هم تو یه چیزی رو نگی یعنی داری خیانت میکنی به اون طرفت. حال به نظر من پنهونکاریش فرقی هم با دروغ نداره. اون میشه پنهانسازی حقیقت. اصلا حالا این مسئله خیانت اصلا خودش به نظر یه پادکست. آره اون جداه. اون بشینیم کل بچه‌ها حالا آره. کم کم صحبت کنیم. ولی دروغ از نظر من دروغ میگم، دروغم نمیگم. یعنی که هیچکی نمیتونه بگه من آدم دروغگویی نیستم، همه میگن. شما توی روزمره‌تون خانواده‌تون 100% یک بار دو بار تو روز دروغ میگین. آره. به نظر من و دروغ یه چیزی شده که اتفاقا خیلی هم بده ها. واقعا نظر من چیز بدیه ولی جا افتاده. چی کار باید کرد؟ اگه دروغ نگی خودت دروغ نگی یا دروغ نشنوی؟ دروغی میشنوی، بخوای نخوای درس خودت هم نیست دیگه، ذات آدمیه دیگه. دروغ نگی به نظر من اشتباه نکن که دروغ نگو. خب یا اشتباه پیش میاد. دروغ نگی. دروغ چطوری پیش میاد؟ آقا تو مثلا تو داری یه اتفاقی ناخدا خواسته، نمیدونم درست میگم یا نه، برای تو پیش میاد دست تو هم نیست، ناخواسته برای تو پیش میاد دست تو هم نیست. پیش اومد مثلا آقا حالا مثلا رابطه یه زوج، آقا ناخواسته یه آقای مثلا به یه خانم سلام علیک کرده، تو مسیر بودن، همکار بودن و این از شوهرش مثلا حالا یا خانمش پنهون میکنه، مثلا میگه نه امروز من با کسی ارتباط نداشتم، نمیدونم مطمئن درست اینا میکنن. این دروغی ناخواسته، چون میخواد یه چیزی رو حفظ کنه. میدونه اگه مثلا این بگه مثلا یه شر بزرگتری پیش میاد، شوهر مثلا یه خانومه گیر میاد، چرا ارتباط؟ نه این بحثش فرق میکنه. به نظر من این بحث برمیگرده به اعتماد. یا مثلا توی رفاقت‌ها ما مثلا 2 تا رفیقیم، 3 تا رفیقیم، ممکنه من با یکی از رفیقام یه روز بریم بیرون، اون نفر سوم نگیم، اون نفر سوم میگه دیروز کجا بودیم. من میخوام این رفاقت خراب نشه میگم خونه بودم، نمیگم. خب درسته اون رفاقت اصلا به درد نمیخوره. آره کلا اصلا آره میگم تو اگر کار اشتباهی نکنی دروغ نمیگی، که مسلما هر روز ما اشتباهات پیاپی داریم پشت هم 100%. و وعده دروغی خوبه آدم بده خب یا نده؟ تو به وعده دروغی میگی فلان کارو بعد نده مسلما بهتره دیگه. چرا تا الان از این وعده دروغی بگی مجبور شاله بهش عمل کنی؟ مجبور شدی مثلا خیلی رو درواسی با طرفم داشته بودی؟ نه من وعده دروغی بدم عمل نمی‌کنم، کلا دروغیه دیگه اسمش روشه. خب یه بعد چی میشه؟ بهتر میگی دروغ گفتم الکی گفتم؟ نه دیگه میپیچم. این بده، اینه که بده میپیچم نمی‌کنم. ماشاءالله از این وعده ها که ما زیاد داریم. حالا متصلا یا متصلا ویدیو دوم ما رو ببرن. من مسئولین رو میگم. جون. ولی حالا بریم مثلا پیام‌های بچه‌ها رو ببینیم. چیزی که به نظر من یه چند تایشون گفته بودن، مثلا یکی گفته بود ضعف شخصیتی، دروغ رو توصیف کرده بود. نظر تو در این باره چیه؟ ضعف شخصیتی، دروغ اصلا به شخصیت آدم ربط داره؟ اون که 100%. کسی که به نظر من میخواد مثلا بعضی موقع‌ها خودشو بالا ببره، فکر میکنه که شخصیتش پایینه، حالا مثلا اون وجهی که داره توی جامعه، توی دوست، حالا هر چیزی. من خودم یه جوری بودم موقعی که حالا مثلا دوران راهنمایی دبیرستان، دقیقا یادم نمیاد، خب هیچ ارتباطی نداشتم اون موقع. مثلا بول بود که همه مثلا دوست پسر داشتن، همه فلان بودن، آره همه اینجوری بودن. من خب هیچ کسا نداشتم واقعا.
به خاطر همین برای اینکه خودمو مثلا به دوستان برسونم همش میگفتم که من دوست پسر دارم الکی. حالا مثلا هی با تلفن حرف میزدم، هی مثلا شاید بابتش زنگ میزدم پسر خالم یه سری، گفتم که من دارم میرم خونه فلان دوستم، همینجوری یه زنگ بزن من بگو کجایی. دیگه به درد نمیخوره این دنیا. به خاطر همین واقعا ضعف شخصیتیه. نمیدونم اینا. آره خودش این کارو کرده. مثلا چند همین حالا به دختر خاله به من میگفت میگه شما تو یه چیزی سیو میکنم امیدوارم خوش صحنه است. البته ببخشید شرمنده. میگم من اسم تو یه چیزی سیو میکنم زنگ بزنم اون لحظه من میخوام چیز پوز بدم. همین دیگه ضعف شخصیت. این به خاطر همین میگم برای اینکه خودتو بخوای ببری بالا تو مجبوری که دروغ بگی و این زیادم خوب نیستا. یعنی من خودم مثلا همون موقع تو ذهن خودم تاثیر میذاشت، خیلی هم ناراحت بودم از این جریان که دوست پسر ندارم. خب چرا؟ خب یه چیزی معصوم الان واقعا دارم میگم چرا؟ میدونه سرا. حالا یکی دیگه از توصیفایی که بچه‌ها کرده بودن سر چیز بود، این بود که میگفت ماه پشت ابر نمیمونه. 100% دیدم به عینه دارم میگم. حالا من یه نکته بگم، شما زمانی دروغگوی خوبی میشی مال نمیدونم حالا دیالوگ جایی من خوندم یا مال دیالوگ فیلمی که دیدم یا جایی که خوندم، قضیه میگفت که شما زمانی دروغی رو باور میکنن الباقی که خودت اون دروغ رو باور کنی و بری تو اون نقش. ولی این که گفت اصلا ماه پشت ابر نمیمونه قشنگه به نظر من. واقعا من میگم به عینه دیدم اینو، شده 6 سال 7 سال یه دروغی گفته شده، تو اصلا با اون طرف حالا مثلا زیادم دیدار نداری که بخواد دروغش مثلا شو بشه بفهمی. خب ولی بعد از چند سال واقعا خیلی اتفاقی تو فهمیدی که اون داره دروغ میگه. چه حالی اون موقع داشته، حس حالی اون موقع داشته که مثلا دروغ اون خودش یادش نمیاد. میدونی که دروغگو کم حافظه است دیگه. اصلا یادش نمیاد بعد از 6 7 سال تو 6 7 سال پیش این دروغو گفتی اصلا یادت نمیاد اینو. ولی میگم الان که خیلی دروغگو ماهری باشه یه کامل بدونه این دروغ کجا استفاده کرده رو که برای خودش هم یه اون حقیقت بشه، جزئی از زندگیش بشه. آره اون زمان حالا من میگم دروغ کم حافظه است ولی خودم اینجوری هم که یه دروغیو میگم همیشه یادم هست. نه واقعا همیشه یادم میمونه. و اینکه همیشه مثلا اگر بخوام به شما نوعی دروغ بگم راستشو به مثلا دوست تو نمیگم یا حالا اصلا راستشو به هیچ کس نمیگم، به تو دروغ میگم به همه دروغ میگم. به نظر من بعد کسی آورد اینجا در مورد دروغگویی اصلا خودم چون یکی از دروغگوها قهارم اصلا امکان نداره کسی بگه من دروغ نمیگم. من دروغ میگم ولی دروغی میگم که باورپذیر باشه، یعنی همون حقیقتی باشه که خودم هم بتونم باورش کنم. بود مثلا خیلی دروغا یارو میگه که بابا اصلا کلا مشخص دروغ داره میگه. آره اصلا دروغ باورپذیر شنیدی؟ مثلا یه دروغی که اصلا باور کرده باشی بعد یهو کلا میگم که ما پشت ابر 6 7 سال من با اون ذهنیت داشتم زندگی میکردم. حالا یکی دیگه بچه نمیشه دروغ همچون تیری است که به قلب خود آدم برمیگرده. کارما چیز عجیبه. کارما هم خیلی زیباه. بعدم برمیگرده. چه تواس حالا نه فقط دروغ، اصلا نه فقط دروغ، همه چی برمیگرده. تو کار خوبم بکنی به خودت برمیگرده، کار بدم بکنی باز به خودت برمیگرده. دوست عزیز من حتی حرفی که میزنی این که مثلا میگی من اگر جای تو بودم فلان میکردم، میگن نمیرد تا تجربه نکنی یا نمیرد تا آن را کار را نکنی. واقعا مراقب حرفای دهنتون باشین، بگین یا مثلا دل کسی رو نشکنین. به یه طور یه جایی پیش میاد. حالا درست بحث دروغ زیاد نیست ولی واقعا چیز خیلی مهمیه به نظر من و اینکه نباید دل هر کسی رو بشون. دروغ مال آدمای ترسوه. آره دیگه.
میترسن دروغ میگن دیگه. یعنی الان هممون یه مش آدم ترسویم، حالا با لول بندی مختلف میتونه باشه. دروغ مال آدمای سیاستمداره، نه سیاستمدار حالا مثلا کسی هم که سیاستمداره میترسه اون جایگاه شاید دست بده که دروغ میگه. همون دیگه داره یه سریا رو مثلا خر میکنه، حالا گاف برد بازم اون ترس بود، ولی با یه سیاستی داره یه دروغی میگه که برای همه باورپذیر باشه. که رو سیاستش من میگم حالا اینم که گفته دروغگو ترسوه، در صورتی ترسو نیست که بخواد با دروغش زندگی رو نجات بده، راجب خودش نیست اون دروغی که میگه. آره دیگه همون. خب نمیترسه از اینکه زندگی یه نفر خراب شه که اصلا برای مهم شاید نباشه، ولی دروغ میگه به خاطر حالا اون حس انسان دوستانش، به خاطر حالا هر چیز دیگه ای که مثلا حالا اون زندگی، اون دوستی، اون چیز به هم نریزه. مثلا یه مثال بزنم، مثلا یه زمانی ببخشید یه رفیقی داشتیم، آقا می‌خواست یه کار بره یه جایی، دنبال شر و دعوایی بود، ما مجبور شدیم به دروغ بگیم آقا فلانی زخمی شده تو بیمارستانه، بیا بریم. الان ترس نیستش که بعد جلوگیری از یه اتفاق دیگه کردیم. پس دروغ خوب و بد داریم. آره هم مصلحتی هست دیگه. دروغ مال آدم ترسو نیست. آره اینو یه ضبطم بدم یه دونه غلط اینطوری داریم. دروغ مثلا مال آدم ترسو هست، بعضی وقتا مال یه دونه آدمیه که زرنگه، گفتم سیاستمدار باشه بتونه از جلوی یه چیزی جلوگیری کنه یا به نفع خودش سودی ببره. میگن اعتماد نکن به کسی که دروغگوه. مثلا اعتماد کنیم یا نکنیم. شاید بابا یارو مثلا خیر و صلاحتون می‌خواسته دروغ. اعتماد کنیم نکنیم. کسی که دروغ میگه دروغ میگه. حالا شاید دوتاش مصلحتی باشه، سه تاش دروغ واقعی باشه، آخریش بزنه قشنگ وسط قلبت بزنه. آره کسی که دروغ میگه دروغ میگه، واقعا هم براش لوس میشه. یه بار دروغش بگیره، 2 بار بگیره، سومی خیلی راحت تر دروغ میگه. قشنگ. حالا آخرین یه دونه از چیزایی که آخر دیده بودم، ضعف عاطفی و نفس باعث دروغگویی میشه. اصلا عاطفه این نمیاد تو بحث احساسات به نظرم، توی روابط که نه بعضیاش، بعضی از دروغ رابطه ها مثلا دروغ الان خیلی زیاده. مثلا دروغ چطوریه؟ چیزی که الان هست پسر میگه تو حق نداری بدون من جایی بری، یا دختره کلا، حالا من زیاد چیز نمیدونم، دو طرف قضیه، و تو میگی باشه نمیرم ولی میری. بعد میگه کجایی؟ میگه فلان جام، خونه مثلا خاله‌ام، خونه مادر بزرگم، ولی تو یه جا دیگه ای. خیلی راحت باید میگفته که دلم میخواد. این ضعف عاطفیه دیگه، مثلا میخوای عدسش ندی. آره دیگه میگم که خیلی راحت باید اونم میگم بعضی موقع ها اینجوریه که مثلا از روی احساسات و عواطف و ایناه، یعنی نمیشه همیشه مثلا گفت آره به خاطر اینکه دوستش داشتم دروغ گفتم، به خاطر اینکه فلان. نه، تو الان به خاطر اینکه دوستش داشتی دروغ گفتی، فردا اتفاقا به خاطر اینکه حالا مثلا چه توی دوستی هم باشه، میگم حالا نمیخوام کلا منحرف کنم، حالا مثلا راجع به رابطه و اینا، رابطه اصلا کلا اصلا رابطه که یه رفاقته. همین هفته پیش تو قشنگ گفت تو اولین پادکستم، گفت اصلا ازدواج یه نوع رفاقته. گفت من 2 تا رفیق دارم و اونجا گفتم که رفیق اول آره دیگه این نکته داشته باش، همینجوری خط نشون میکشم. و اینکه حالا چه تو روابط احساسی چه تو رفاقت، اون ضعفه که وجود میاد تو نتونی با آدم روبرو صادق باشی، حرف دلتو بزنی، یا ترس از دست دادن داشته باشی، یا ترس دیگه اون مثلا خیلی آدم دیوونه باشه باهات فراغاتی کنه بزنی تو سرت. آره دیگه بنابراین گفتمان به نظرم خیلی خوبه. دقیقاً من دقیقاً راجب این میخواستم بگم که قبل از اینکه بخوای دروغ بگی بشین یه زمینه سازی کن، مثلا صحبت کن. آره یه زمینه سازی کن که آقا مثلا من یه همچین کاری رو انجام دادم، یا اصلا اولش اینو نگو آقا اگر فلان کس این کار رو انجام داد، اگر تو مثلا این کار رو انجام داده بودی چی کار میکردی؟
اون بالاخره مثلا میگه آره مثلا میومدم بهت میگفتم، شاید حالا هر چیز دیگه. قبلا مثلا یه جا گیر میکردم چیز بود، مثلا یه نفر از اون میگفتم راستش رو بگم یا دروغش رو، طرف راستش هم میخواد دیگه. من گفتم راستش رو بگم عصبی نمیشی، اگه میخوای دروغش رو بگم. مثلا یه جایی از رضا صادقی میاد گاهی آقا نه حالا رضا صادقی یکی از من داره میگه بعضی وقتا دوست داره دروغا رو باور کنه، حقیقت آنچنان تلخه آره دقیقاً که دوست دارن دروغا رو بشنون. بگم من رضا، ولی من خودم هر چند تلخ دوست دارم راستشو بشنوم. اول راست بده دیگه، اون لحظه اول. آره ولی دروغه ولی وای از اون زمانی که بفهمی که دروغ بوده. آره دقیقاً میکوبه تو سره. من خودم اگر بفهمم یه نفر بهم دروغ گفته، یه دروغ کوچیک حتی، واقعا تا آخر عمرم بهش اعتماد نمی‌کنم. همون چیزی که واقعا گفتن، حالا چه میخواد مامانم باشه، بابام باشه، شوهرم باشه، دوستم باشه، هر کی، واقعا نمیتونم اعتماد کنم اصلا. دروغ شاخه رو شنیدی؟ شاخات در بیاد خیلی ولی اصلا مثلا حالا مثلا اینو جواب بده، یه چیزی دیگه هم بپرسن. نمیدونم عجیب ترین دروغی که شنیده باشی؟ نه دروغ شنیدی که خودت بدونی همون لحظه این داره. آره تا صبح مثلا داره باش. آره تا صبح خیلی اتفاق افتاده که مثلا یه نفر اومده یه چیزی به من تعریف کرده که مثلا فلانی این کارو کرده، من میدونم مثلا اون کارو کرده واقعا، اینو ازش میپرسم مثلا این کارو کردی؟ نه اصلا واقعا. تازه اونم قاطی میکنه راجع من اینجوری فکر کردی فلان، خجالت بگیر. آره همشون بزنم تو صورت دارم بگم. آره دقیقا. ولی لاف زدن دروغ حساب میشه؟ یه خالی ببندی. خالی بندی همون. البته راست دروغه دیگه، چه فرق میکنه؟ یه ذره باحال‌تره. مثلا زمان حالا چی مثلا ما رفتیم پارسال عید مثلا فلانجا این کارو کردیم، حالا مثلا 24 تو خونه بودی یا رفتی تو یه جمعی میخوای پرستیژ خودتو بری بالا، همون بحث اعتماد به نفسی که بود گفت میخوای پرستیژ خودتو بری، آره ما رفتیم اینجا این لاف زنی یا خاله بندی دروغه دیگه. فقط میگم مثلا شما دروغو بعضی موقعا به خاطر حالا مثلا همون ضعف و همون ترس و اینا میگی، این خودش دوست داره دروغ بگه. اون دیگه اصلا درجه 2. آره خودش اصلا میدونی چیه، من دروغ 2 دسته میدونم. یکی این که یه نفر میاد یه چیزی ازت میپرسه و تو دروغ میگی. یه جور دیگه که طرف اصلا هیچی نمیپرسه ازت، تو دروغ تو میگی. اینم قشنگه. ما یه نفری رو داشتیم حالا توی دوستامون که الان دیگه نیست، من ازش هیچی نمیپرسیدم، واقعا دارم میگم هیچی نمیپرسیدم، ولی اون به من دروغ میگفت. مثلا میومد میگفت آره فلان موقع بود فلان جا اینجوری کردیم. خب بابا مگه من اصلا از تو پرسیدم؟ تازه بعد از چند وقت مثلا من متوجه میشدم که این دروغ گفته. به آدم فشار میاد دیگه بابا، مگه من مثلا شاخ دارم پشت گوشم مخملیه، من چیکار کردم که مثلا تو داری من دروغ میگی؟ تا حالا به من دروغ گفتی نه؟ به شما بذار جنجالی کنیم، بذار اینا دروغ مصلحتی هم تو همین اول پادکست نه ولی من گفتم زیاد گفتم. نه به حسین دروغ گفت. بچه حسین رو ببینید. آره حسین رو میبینید یواش یواش اسما زیاد میشه تو این پادکست. فکر نکنی الان من اینجا نشستم مجریم واقعا، من اینجا نه 2 تا پادکست فقط پایسا هندل کنم برن راه بندازم بچه‌ها تا برسن یه ذره این یخاشون آب بشه و بیان جلوی دوربین یه ذره طول میکشه. حالا الان بیشتر سوالا هم دارن من میپرسم چون فعلا سناریویی که مثلا از این قرار بوده سوالایی که آماده کردیم من نوشتم. حالا اگه تو هم سوال داری بپرس. من سوال شما به من دروغ گفتید. من که گفتم من به همه دروغ میگم و یه طوری هم دروغ میگم که باورپذیرترین نوع دروغ باشه، خودم هم باورش میکنم.
میگم من اگرم دروغ بگم حتی باورپذیرم نباشه یه کاری میکنم نفهمه طرف. و سالیان سال شده که میگم درسته ماه پشت ابرمون شاید طرف فهمیده ها، ولی من خیالم راحته که یه جوری دروغ گفتم نفهمه. آره این چیز خوبی گفت. دروغ اگه میفهمیم به روی طرف بیاریم یا نیاریم بذاریم به رو مسیرش ادامه بدیم. نه من نمیارم. نمیارم. نه حتی میگم همون موقعی هم که فرض کردن خودم میشه یا من میدونم چه داری بریم. نه میدونی چیه، این که بخوای به روی طرف بیاری باعث میشه یه دروغ دیگه بشنوی. اون هیچ وقت قبول نمیکنه. من دیگه میذارم کنار. اون هیچ وقت قبول نمیکنه. گاهی اوقات هست مثلا یه دلیل داره دیگه، مثلا اینجا هم باز چند دست ساده میشن، یکی از باز دروغ میاره نه این چیزی که فکر می‌کنی تو نیست. آره یا اینکه مثلا میگه که خیلی کم پیدا میشه بخواد مثلا بگه آره من میخواستم بهت بگم، آره ماجراش اینجور من مجبور شدم به دروغ بگم. مگه چیز داریم میترسی؟ برای همین که این بحثا باز نشه خیلی یه دروغ دیگه بخوام ته جمله رو نتیجه بندیشو ببندم از این چیزایی که مثل مجری تلویزیونی، حالا ببخشید این داره اینطوری میشه ولی قول میدم در آینده یه ذره بهتر بشه. اصلا چالش داریم، قراره اینجا میشینیم یه نفر دیگه میاد برنامه جدید داریم. ببندم دروغ نگیم. گفتین نذاریم به 24 ساعت یا 48 ساعت بکشه، بیاین راستشو بگین اولش تلخه. یعنی شخصیت خودتون رو کوچیک میکنید، روز به روز شخصیتتون کوچیکتر میشه، هم برای خودتون اعتماد به نفس خودتون میاد پایین. فکر میکنید که اگر دروغ بگید اعتماد به نفستون میره بالا، جلوی چش بقیه خیلی بزرگترید، حالا به هر دلیلی دروغ بگید ولی هر روز کوچیک و کوچیکتر میشید به خاطر اینکه ماه پشت ابر نمیمونه، میفهمن بقیه، شما فکر میکنید که نمیکنه. ضعف عاطفی، نفس، ماه پشت ابر نمیمونه. تمام چیزایی که این تو این بچه‌ها جواب داده بودن واقعا تمامش کارمایی که بهتون برمیاد. همون دروغ ممکنه یه نفر دیگه بشنوین و توقع نداشته باشین و دروغ نگیم که دروغ، حالا من یه ذره اول هر گناهی، هر فاجعه‌ای و هر خانمانسوزی که به خود غزاله گفت هست. و اینکه مرسی از حمایتاتون، شروع تازه کردیم قوی. و اینکه لایک، کامنت، سابسکرایب اگه این اصلا فالو بکنید. ممنون. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. دوستتون دارم. روزگار با این وضع تورم حالا خوش فعلا